سلام برای بچه دوست داشتنی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدیم امروز با یه کد DNS خفن براتون که نسل 6 و 4 رو ساپورت میکنه و پینگ نسبتا خوبی بهتون میده که ریجستر فوق‌العاده‌ای داره. بریم توی TDM که بگشم بگم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنین که وقتی ویدیو گذاشتم اولین نفری باشین که با خبر میشین. کد DNS هم وسطای ویدیو گذاشتم، تا آخر ویدیو با من باشین. Let's go. بریم ببینیم. میبینین که پینگ 68 و 64 و این فقط نت من یکم خرابه، واسه همینا پینگ نسبتا بالایی داره میده و همشون هم 20 کشیده. اینا چیشون بلفس ملده و این چطوری؟ منم که M24 ندارم، این هم اکانت فیک، هم اکانت اصلیمو فروختم. کجا در میروید؟ یه دونه اسکوکان زریح بردارم. میبینین که ریج فوق‌العاده ای داره دیگه. اول پس پینگ من او پینگی اینا بده. آها پینگ من گره. اوه یا خیلی نوبین. میبینین که پینگ واقعا اوه فقط پینگ نت من یکم تخمیه. چرا نموردی؟ اون نمیشه. اوه لیاقت. برات از پینگ من دوباره رید. این داره چیکار میکنه؟ واسه من گلد میکشی؟ که چیکار کنیم چیکار نکنیم. ویکتور باشه نخورد. بعد یا M4 بردارین تو رو خدا، یا M20 بردارین. یکشون M20 برداشته، یکشون M4 برداشته. یا پایه پینگم Fire baba. Uy. ماشاءالله به خودم همه جا رو میزنم به جز اینم. یه نفر موندونم بزنیم تمام. بله این بازی کن. به با 17 تا کیل وین شدیم. بریم یه تستم تو ارانگل بگیریم. حتما تا آخر ویدیو با من باشین که وقتی میریم اون کد DNSی که
تو این برنامه بزنین باید یه چند نقطه رو رعایت کنین که پینگ خوبی بهتون بده. بریم تو ارانگلم یه لیویک تست بدیم دیگه، لیویک خوبتر. بله لیویک هم که استارت شد. پینگ من 106 و 100. نظر من از پینگ 20 خیلی خیلی بهتره، چون وقتی 20 میگیری هم لگی هم ریچ نداری. عشق تو رسید آخرش، بازی گرفتی. تو را ناموست کسم فقط پینگ 20 ندی. پینگ 20 ندی اوکیه با. همه نید من میزنم اینم فینیش میدیم. یه پایین حالتو میگیرم. ما اول به این برنامه نیاز داریم DNS چنجر مشکی. اول اصلا نباید برین توش. اول باید کلیر آل دیتاش کنین که همه گزینه هاش برن. بعد که میرین توی برنامه باید از اینجا هم 3 خط همبرگری رو بزنین. بعد ستینگ، بعد بیایم پایین اینجا IPv6 رو انیبل کنین، تیکشو بزنین که فعال بشه. بعد V6 رو که از این بالا بزنی باید این دوتا گزینه هم تو روی گوگل باشن. بعد با اینجا کار ندارم، میاین اینجا اول از همه کد اولی که بهتون داده بودم اینجا میزنین. بعدش هم که کد دوم اینجا باید بزنی. بعد استارت یه دونه اجازه دسترسی میخواد، اینو میزنین. بعد میرین داخل گیم و از پینگ پایین لذت میبرید. خوشتون اومده باشه. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون.